غیب عالم علی شهود علیست. همگان سایند و نور، وحی از این قبیل یا حیدر. وحی از این قبیل یا حیدر، رجز جبرئیل یا تا که پیچید بوی می در باد، گفت باقی بقای حیدر باد. آدم اول است و نوح نخست، آیت الله اعظم من و توست. وحی از این قبیل یا حیدر، علی مولای مظلومان عالم. بگو از نارفیقان چون بنالم، از آن شامی که سر در چاه کردی، مرا از درد خویش آگاه کردی. تو تا زهر مصیبت سر کشیدی، چو ققنوسی با آتش پر کشیدی. طنین ناله در افلاک افتاد، تمام آسمان بر خاک افتاد. بده رخصت که گویم شرح غم را، مصیبت های زهرا مادرم را. کدامین شب از آن شب تیره تر بود، کدامین شب از آن شب تیره تر بود، که زهرا حایل دیوار و در بود. شبی کاندر هجوم تیغ بیداد، سرت را سینه زهرا سپر بود. زمان بر سینه خود سنگ می کوفت، زمین از داغ زهرا شعله ور بود. زمستان چون لگد می کوفت بر در، ندید آیا بهارت پشت در بود. تو آتش دیدی و خاموش ماندی، در آن هنگامه ها تیغت سپر بود. تو آن ظلمی که دیدی من ندیدم، به چشمت خار همچون نیشتر بود. آتش نوشان کوفی آتشینند، که حتی کوثر آنجا بی اثر بود. شراب کوفیان خون حسین است، شراب فاطمه خون جگر بود. تو می دیدی ولی لب بسته بودی، که آیین محمد در خطر بود. ندانستم که در چشم حقیقت، کدامین مصلحت مد نظر بود. گلویت استخوانی آتشین داشت، که فریادت فقط در چشم تر بود. چرا ابلیس را رسوا نکردی، عقاب تیغ تو بی بال و پر بود. فدای تیغ عریان تو گردم، کسی آیا ز تو مظلوم تر بود. مه خورشید طلعت کیست زهراست، چراغ شعله خلعت کیست زهراست. همان آتش که در جان وی افتاد، بلوغ شیعیان را روشنی داد. نمایان شد ز خط آتش و دود، که جرم فاطمه حب علی بود. پس از زهرا علی بی همزبان شد، اسیر امتی نامهربان شد. خدایا درد خود را با که گوید، جواب پرسشش را از که جوید. علی تنهاست در یک قوم گمراه، زبانش را که می فهمد به جز چاه. پس از او سفره نان و رطب کو، صدای ناله های نیمه شب کو. پس از او با یتیمانش چه گویم، که هر دم دست می آید به سویم. بیا زهرا علی در بستر افتاد، بیا زهرا علی در بستر افتاد. چنان شمعی که در خاکستر افتاد. حسن در گوشه سر در گریبان، حسین آماده شام غریبان.
خدایا کاش آن شب بی سحر بود، خدایا کاش آن شب بی سحر بود، که تیغ ابن ملجم شعله ور بود. از آن گفتند و ما در خواب بودیم، علی تنها به مسجد ره سپر بود. در آن شب تا قمر در عقرب افتاد، غم عالم به دوش زینب افتاد. فدک شد پایمال نانجیبان، علی لرزید و در تاب و تب افتاد. یقین دارم به جرم فتح خیبر، فدک در دست آل مرحب افتاد. بعد از تو خنده های یتیمان چه می شود؟ ای ابر سرنوشت بیابان چه می شود؟ وقتی تو نیستی چه بخوانند قاریان؟ تفسیر آیه آیه قرآن چه می شود؟ ای جان روزگار که در حال رفتنی، تکلیف این شریعت بی جان چه می شود؟ ای مبدأ و نهایت دنیا بدون تو، علت ز آفرینش انسان چه می شود؟ تیغ و سپر، تیغ و زبان به سهم برابر تو را زدند. تیغ و زبان به سهم برابر تو را زدند. اواخرم دلتنگ بود، دل شکسته بود، انقدرم کذاب گفتن. تیغ و زبان به سهم برابر تو را زدند، پس حکم ناسپاسی یاران چه می شود؟ این واژه ها گلایه ما بود با علی، این واژه ها گلایه ما بود با علی. گفتیم ما حکایت خود آنچه می شود، آغاز شد وصیت مولا به یک نگاه. آغاز شد وصیت مولا به یک نگاه، رو به حسین گفت که پایان چه می شود؟ رو به حسین گفت که پایان چه می شود؟ سلام الله و سلام ملائکت المقربین علیک یا امیر المؤمنین. نثار امیر المؤمنین هم صلوات خط بفرمایید. یا علی مدد.